داستان‌های برگرفته‌اش از کتاب مقدس. داستان تولد عیسی. مریم گمردی پارسا و نیکسیرت به نام یوسف دش دارد. وقتی یوسف متوجه بود که مریم باردارند، زاند که آزاگ آیین نیست. یوسف نلوتد که مریم را رسوا و بی‌آبرو کند. بنابریشی تصمیم گرفت بی سر و صدا و شایی جتابید. قبل ششی که یک کار را انجام دند، فرشته به رویای تا پرایی ظاهر بود. فرشته به یوسف و گوشت شگسه کرته نگو مریم نگران مبه. زاگی که برای لاپه تا هست شروح القدسند. مریم بچکی به دنیا و کارید و آیی نام عیسی که به معنای یهوه نجات دهند هست. چون آیی مردم را شگناهن رها وکند. بنابریشی یوسف گو مریم گس کرد و آیی را به عنوان وتی جناب گسا برد. اما تا زمانی که زاگ ودی نبودد برایی هم بستر نبود. در آخرین رویچا شمریمی بارداری امپراتور روم دستور داد پسر شماری خاطر هر شخص باید به وتی آباد و اجدادی شهر را برگردید. یوسف و مریم باید بازین مسافت شناسریه به بیت لحم شتینند. چون داوود یشانی جدت و آوانی شهر هم بیت لحم هد. وقتی مریم و یوسف به بیت لحم رسند، جای پمانتن پیدایش نکرد. تنها جایی که توانستند برا دمانند یک واردیوت. زاگ ودی بود و آیی ماس آیی را بگل کرد و برای شیر داد، در حالی که آوان پزاگا تختیش نداشت. یوسف و مریم زاگ ناما عیسی هشت. شپا شوانک به شپه تا شوتی رمگن نگهبانی شکرد. ناگهان فرشته بریشانی وسط ظاهر بود و آوان وحشت کردند. فرشته بر آوان گوشت مترست، چون من و شما خبری خوش داریم. مسیح موعود که ارباب است در بیت لحم به دنیا و یاد. برید و به زاگه پداب گردید و نوزادی را پیدا و کنید که به بندوی کتاب پیشته و به وارده تها با پنته گشت. ناگهان گروه بی شماری فرشتگان به فرشته وان پیوستش آوان په خدای ستایش آواز واند و گوشتش خدا را در آسمان و زمین جلال بود. در میان مردمی که خدا را خوشنود کنند آرامش و صفا برقرار بید. شوانک به محلی که عیسی حتت رستند و نوزادی را دیستش که به وارد تها وابته. درست همان را که فرشته و گشتد. آوان باز هیجان زده بودند. مریم هم باز خوشحالت. شوانک به وتی رمگ کنه کبر گشتند و خدا را به سبب آنچه که دیستتش سپاسش گشت. چندی بعد مردانی شمشتق زمین غیر معمول نستاری به آسمانی تها دیستش. آوان تشخیص داد که پادشاه یهود متولد بوده. بنابریشی باز این مسافت تا پادشاه دیسته نشدند. آوان به بیت لحم یاتند و یسی را که عیسی آیت زندگی کرد و دیش کرد. زمانی که فرزانه این مردین زاگ عیسی را به وتی ماسایش دیست، زانویش جست و آی را ستایش کردند. آوان برایی گرانبهای هدایایش داد و بعد به وتی گسا برگشتند. داستانی برگرفته از کتاب مقدس انجیل متی فصل 1 و انجیل لوقا فصل 2.